به نام عیسی مسیح به تک تک شما عزیزان خوش آمد میگم. صلح و سلامتی خدا بر شما و هفته‌ای که شروع میکنید همراه شما باشد و بماند. آمین. امروز یه درس دیگه از درس‌های شفا و آزادی و شناخت دنیای روحانی رو با هم خواهیم گذراند. اگه یادتون باشه در هفته گذشته درباره مراحل مختلف حمله دیوها به ایمانداران یا به انسان‌ها، در واقع به طور خاص بیشتر بگم ایمانداران، فعلا با غیر ایمانداران زیاد کاری نداریم، میخوام صحبت کنم و در هفته گذشته اشاره کردم. امروز این مبحث رو کامل خواهم کرد که در واقع یک ایماندار میتونه به طرق مختلف تحت حمله قرار بگیره و به همین دلیل اگه ما این حملات رو بشناسیم میتونیم در واقع به قول معروف اسلحه مبارزه باهاش هم داشته باشیم. وقتی کلام خدا در افسوسیان میگه که از مکرهای ابلیس یا از متودا، واژه یونانی رو میگه متودیا، از متدها، از روشها، از تاکتیکها، از طریقها، از سوراخها، از روزنه‌ها، از درها، دروازه‌ها، پنجره‌ها، زیر زمین، زیر میز، زیر دریا، هر چیزی که در واقع مال شیطانه با خبر باشید تا بتونید در مقابل اون ایستادگی کنید و اسلحه تام رو بپوشید. پس به همین دلیل ما تا حمله رو نشناسیم در چی می‌خوایم دفاع کنیم. ما اگر ندونیم بوکس از کجا داره به ما در واقع ضربه وارد میکنه، کجا رو در واقع بگیریم، گاردمون رو کجا ببندیم. پس به همین دلیل ما باید دنیای روحانی رو بشناسیم. دنیای روحانی برای شخص روحانی بازه، برای شخص غیر روحانی بسته است. پس به همین دلیل یکی از نشانه‌های رشد شخص روحانی شناخت دنیای روحانیه. چه دنیای روحانی در امور آسمان سوم، ملکوت خدا و پدر و پادشاهی عیسی مسیح و عملکرد روح القدس باشه، چه دنیای تاریکی یا آسمان دوم که ما اون رو بشناسیم که در واقع از کجا داریم مورد حمله قرار میگیریم. پس به همین دلیل میخوایم امروز درباره این صحبت کنیم که یک ایماندار چگونه میتونه تحت حمله قرار بگیره. توی کتاب مقدس وقتی مطالعه میکنیم حمله روح‌های پلید به 4 مرحله یا 4 تا لول یا 4 تا طریق به طور عمده تقسیم میشن. اولین حمله‌ای که در واقع میتونن انجام بدن تحت عنوان تأثیره. روح‌ها تماماً سعیشون اینه که بتونن از طریق تأثیر زندگی ایمانداران رو در کنترل بگیرن. اگه یادتون باشه گفتیم که هدف شیطان به طور کل 2 قسمته. یک، مردم هیچ وقت نجات مسیح رو نشناسن، باش آشنا نشن، به هر طریقی، هر دری، هر روشی، هر مذهبی، هر اعتقادی بمونن اما با مسیح آشنا نشن. پس تمام سعیشو میکنه که مسیح رو حذف کنه، مسیح رو کم رنگ کنه، مسیح رو بیرنگ بکنه و در واقع به مسیح ایمان نیارن. هدف دومش اینه که اگر شخص ایمان آورد، در رفت زیر نقشه شیطان، خدا اومد عمل کرد با معجزه که من و شما امروز جزو اونها هستیم، ایمان آوردیم به عیسی مسیح. هدف دومش چیه؟ که ما یه ایماندار بالغ نشیم، یه ایماندار دستپا چلفتی، یه ایماندار شکست خورده، یک ایماندار ضعیف، یه ایماندار آویزون، یه ایماندار زخمی، یک ایماندار آواره، یه ایماندار در بیابان، یه ایماندار در واقع شکست خورده و ناامید و افسرده و طرد شده و گریان و دائم نالان که کم هم نیست. حداقل میگه اینا ایمان آوردن، اوکی، آسمانشون شاید نتونم ازشون بگیرم اما زمینشونه که میتونم بگیرم، شادیشونه که میتونم بگیرم، قوتشونه که میتونم بگیرم، مستشو که میتونم بدزدم، خانواده‌شو که بلدم بدزدم، وقتاشو که بلدم بدزدم، ایمانشو که چطور. پس اینا رو که میتونم، پس تمام سعیشو میکنه که حداقل زمین ایماندار، دنیای زندگی زمینی ایماندار رو به نوعی بدزده و خراب کنه و هلاک کنه و نابود کنه. همونطوری که یوحنا باب 10 آیه یوحنا 10:10 میگه دزد نمیآید مگر اینکه بکشد، بدزدد، هلاک کند و نابود کند. پس تمام سعیش اینه که زمین ما رو به نوعی خراب کنه. پس یک ایماندار حکیم، یک ایماندار بالغ و روحانی که این درس ها بیشتر برای افرادی که روحانی فکر میکنن و روحانی میخوان زندگی کنن. برای افراد جسمانی اصلا به درد نمیخوره، اصلا کسل کننده است، خسته کننده است، اصلا حوصله‌اش هم ندارن بخوام بشینن گوش کنن یا یاد بگیرن یا تغییر، اصلا براشون مهم نیست. خب اینا براشون حرف و حدیثه، ول کن بابا. ولی برای شخص روحانی مهمه، چون میخواد زندگیش در خداوند، در قدوسیت، در پاکی و در قدرت و مست خدا جلو بره. آمین. پس اینجاست که در واقع اولین روش اینه که تمام سعیش اینه که تأثیر بذاره. اگه یادتون باشه گفتیم هدف اصلی دیوها اینه که شخص رو از طریق کانالی، روشی، سوراخی، روزنه‌ای، دری، دروازه‌ای، وسوسه‌ای راه پیدا کنه که وارد بشه تا بتونه شخص رو شبیه خودش بکنه. این بزرگترین هدف دیو هاست. جسمی رو اختیار کنن، انسانی رو اختیار کنن
شخصی رو اختیار کنن، در او بلغزن و نفوذ پیدا کنن و داخل بشن تا بتونن شخصیت شخص رو شبیه خودشون بکنن. چرا؟ چون که گفتیم انسان شبیه خداست، پس دیوها هم اومدن ملکوت بیارن، پس میگه من کاری میکنم که این شخص شبیه من بشه. به همین دلیل شخص میشه شبیه دیو خشم، شبیه دیو شهوت، شبیه دیو شرارت، شبیه دیو جادوگری، شبیه دیوهای جور با جور که شما در یک کلمه شخص رو میتونید خلاصه کنید. همینطور که یک دیو رو میتونید بگید از روی چی مشخص میکنیم که این دیو چیه؟ از عملکرد دیو. عملکرد دیو اسم دیو رو میتونه مشخص کنه، حتی اگه اسمشو بلد نباشیم میتونیم مشخص کنیم که عملکردش چیه. و بعضی افراد میبینی واقعا میتونی در یک جمله خلاصش کنی، در یک کلمه میتونی بگی این چیه. چه مثبتش بخوایم بگیم آمین که اینطور باشه، چه منفیش بخوایم بگیم. پس اینجا بعضی مواقع مثلا میگی فلانی باه یک جادوگریه. شنیدید؟ یه جمله شما میفهمید آها فهمیدم دیگه، تا آخرش خوندم شما چی داری میگید. دیگه دقیقاً زندگیش انگار دیو جادوگریه. فلانی اوه یک آدم شروریه. در یک کلمه خلاصش کردی. انگار شبیه دیو شرارته. پس هدف دیوها اینه که شخص رو شبیه خودشون بکنن. پس اولین مرحله‌ای که میتونه یه دیو به یه شخص نزدیک بشه اینه که بتونه اول روش تأثیر بذاره. ما انسان‌ها موجوداتی تأثیرگذار و تأثیرپذیر هستیم و فرشتگان از خلقت انسان با خبرن و انسان رو میشناسن و میدونن انسان چطوری شخصیتی داره. پس به همین دلیل میتونه تأثیر بذاره، میتونه تأثیر بپذیره. پس کسی که میتونه تأثیر بذاره، تأثیر بپذیره، برای شیطان یک هدف خواهد بود که چگونه بتونه روش تأثیر بذاره. برای عیسی مسیح هم همینطور بود، برای ما هم همینطوره. هیچ کس نمیتونه از این تأثیرها در واقع بیمه باشه. همه ما دائم تحت تأثیر هستیم، روزانه تحت تأثیر هستیم و ازش اجتنابی نیست. اما میتونیم مواظبت کنیم، میتونیم درها رو ببندیم، میتونیم مثل آژیر قرمز در پناهگاه میرفتن نام خداوند برج محکم و حصینیه که در اون امنیت داریم. همین به نام مسیح و خون مسیح و ابزارهای دفاعی میتونیم این تأثیرها رو از بین ببریم. بعضی موقع شما یه خواب میبینی، صبح که بلند میشی حالت خرابه. چرا؟ این خواب رو تاثیر گذاشته. یه نفر یه حرفی میزنه، یه جمله‌ای به تو میگه، روی تو تاثیر میذاره. ممکنه تو یه چیزی بگی تاثیر میذاره. تاثیرها مثبت هست، منفی هست. شما میتونید با یه تاثیر مثبت یک نفر رو بلند کنی، خدای نکرده با یه جمله منفی یکی بشنوی خودت فرو بریزی. پس اینجا دیوها میخوان تاثیر بذارن. پس ما حواسمون باید باشه که دنیای تاریکی از طریق انسانها روی ما تاثیر میذارن، یا حتی از طریق خودمون که انسانی میخواد روی خودمون تاثیر بذاره. پس اینجاست که باید مواظب باشیم، نه فقط دنیای روحانی رو بشناسیم، دنیای زمینی و رفت آمدهامون هم بشناسیم. به این معنی نیست که ما تاریک دنیا باشیم ولی حداقل خودمون رو واکسینه بکنیم. مثل یک دکتری ممکنه هر روز با مریض‌ها روبرو باشه اما خودش رو واکسینه میکنه. اگه واکسن نداشته باشه ممکنه هر مریضی که بگه سلام آقای دکتر سرما میخوره، اون یارو میاد دست میده جزام داره، دکتر جزام میگیره. یارو میاد نمیدونم بیماری پوستی داره، یه دوری دیگه. هر کسی ممکنه بیماری رو بده اگر خودش رو واکسینه نکنه. پس ما به خون مسیح بر خودمون رو واکسینه کنیم و دائم خودمون رو تقدیس کنیم که درهای ورود به ما نباشه، وگرنه نمیشه تاریک دنیا بود. ولی حواسمون هم باشه جاهایی که کلام خدا ما رو منع میکنه حداقل مواظبت باشیم که با این افراد یه خط قرمزی داشته باشیم. مزمور 1:1 چی میگه؟ خوشا به حال آنانی که به راه گناهکاران نرن، به مجلس مسخره کنندگان نرن و در مجلس به مشورت شریران نروند، به راه گناهکاران نایستند و در مجلس مسخره کنندگان نشینند. پس داره مواظبت داره میگه. ممکنه خودت هم مواظبت کنی، میگه یه جاهایی اصلا نرو، ولی اگر یه جای روح خدا هدایتت میکنه با مواظبت و با یه پوشش و با یه اسلحه تام روحانی و پوشیده ما بتونیم بریم. میخوایم خدمتی کنیم، میخوایم بلند کنیم، یه جایی هست باید بریم، باید اونجا باشیم، خودمون رو در مواظبت قرار بدیم. اما به طور خاص یه جاهایی هم مجبور نیستیم بریم وقتی کلام خدا ما رو به نوعی منع میکنه. پس این تأثیر برای همه ایمانداران میتونه وجود داشته باشه. وسوسه ها نوعی تأثیره و عیسی هم با اینها روبرو بود. اما کلام خدا میگه رئیس این جهان میاد رو من تأثیر نمیذاره، رو من رد پایی نمیذاره، روی من در واقع نمیتونه کاری رو انجام بده. مثل پرندگان آسمانن
که میپرن. ما از پریدنشون نمیتونیم جلوگیری کنیم، اما از نشستن روی زندگی ما و لونه کردن و تخم‌گذاری کردن، جوجه کشی کردن میتونیم جلوگیری کنیم. مسیح هم بارها میبینیم بعضی افراد ممکنه بگن برادر من صدای شیطان رو میشنوم. خب خود شنیدن صدای شیطان به خودی خودش تو جنگ‌های روحانی کاملا طبیعیه. خب مطابق علامت‌های دیگر هم نگاه کنیم که آیا صرف شنیدن صدای شیطان یا وسوسه ها رو شنیدن، آیا شخص میتونه دیو داشته باشه یا نه علامت‌های دیگه هم کنارش باید باشه که گواهی بده که این شخص تحت اسارت یا دیو میتونه قرار گرفته باشه. و بعضی مواقع ممکنه یه شخص بگه آره مثلا شیطان اومد توی خوابم اینو بهم گفت، یا نمیدونم شیطان رو دیدم اینو بهم گفت. نه، مردان خدا زیاد هستن که در طول تاریخ این تجربیاتی داشتن و خود مسیح میگه شیطان در قالب مار نزد عیسی میاد، یا شیطان در واقع نزد آدم و حوا میاد، شیطان در بیابان نزد عیسی میاد و باهاش صحبت میکنه، دیالوگ میکنه، یکی بگو یکی بشنو، با هم مکالمه دارن میکنن. ولی به این معنی نیست که عیسی دیو زده است یا عیسی اسارت داره. خب ولی یه جنگ روحانی هست. پس اینو باید حواسمون باشیم، چون اگر فکر کنیم که در واقع صرف شنیدن یک وسوسه که خود صدای شیطان وسوسه یا صدای دیو هاست، به این معنی نیست که تو حتما اسارت داری. اتفاقا شخص روحانی میتونه وسوسه ها رو خوب بشنوه و خوب تشخیص بده و بعد درست عمل کنه. اما ببینیم که در واقع مرحله بعدی چطور خواهد بود. پس این گروه اول یا روش اول تأثیریه که در واقع دیوهای و ارواح پلید میتونن رو هر انسانی بذارن و این اجتناب ناپذیره، برای همه هست. مرحله دوم که مقدار شدیدتره، فقط یه تأثیر نیست، فقط یه وسوسه نیست، فقط یه صحبت نیست، فقط یه طریق نیست که در واقع روزانه ما باهاش روبرو هستیم، روزانه باهاش روبرو هستیم. به نوعی انگار این طریق اول طریق درخت معرفته که دائم ما با این درخت روبرو هستیم. شما برای هر چیز مجبوری انتخاب کنی، بخورم نخورم، دست بزنم دست نزنم، انجام بدم انجام ندم، برم نرم، بشینم نشینم، بگم یا نگم. این درخت امروز هم برای زندگی ما به طرق مختلف وجود داره. اما مرحله دوم که قوی‌تر و فشار به نوعی شدیدتره تحت عنوان فشار روح‌های پلیده. فشار در واقع مرحله شدیدتره برای حمله روح پلید که تمام سعیشو میکنه که ایمانداری رو یک گوشه‌ای در یک جای گیر بیاره و بتونه به نوعی در یک انتخاب شخصی شخص انتخاب کنه و در رو باز کنه. و این شرایط بسیار سختیه که یک نفر داخلش گیر بکنه و خیلی باید هوشیار باشیم. به این معنی نیست که هیچ وقت گیر نمی کنی، ولی هوشیار باشیم که تو این شرایط قرار نگیریم که مجبور باشی. چون که معمولا بازیایی که شیطان تو رو تو این شرایط قرار میده در هر دو صورت به نوعی بین بد و بدتر گیرت میندازه. هیچ وقت بین خوب و بد نیستی. مرحله اول که مرحله تاثیر تو بین خوب و بد هستی، انتخاب میکنم خوب رو به جای بد. چون که وسوسه داره میاد قبولش نمیکنی، دسیسه داره میاد قبولش نمیکنی. اما مرحله دوم بین بد و بدتره، بین خوب و بد نیست و تو هر کدومش انتخاب کنی به نوعی یه ذره باختی. که معمولا افراد سعی میکنن به جای بدتر بد رو انتخاب کنن، چون که بین بد و بدتر میگه بده بهتر از بدتره. و همچین مواقعیه که باز اتفاقی که میفته شیطان با این فشارها میخواد دری رو باز کنه، یه سوراخی رو باز کنه، یه طریقی رو باز کنه که در زندگی شخص نفوذ پیدا کنه. ما میبینیم توی کتاب مقدس مثلا تجربه پتروس رو در شبی که مسیح رو تسلیم کردن که مسیح هم بهش میگه که تا خروسخان صبح تو 3 بار مرا انکار میکنی. خب این که واقعا با عنوان ایماندار شاید هیچ وقت دلش نمیخواست همچین کاری انجام بده، اما توی شرایطی قرار گرفت که انگار توی سجاف گیرش آوردن و داره چپ و راستش میکنه. چی بگم؟ بگم هستم؟ چه کارم میکنن؟ بگم نیستم؟ با عیسی چه کار کنم؟ عملا 2 سر باختی به نوعی بخوای نگاه بکنی.
با عیسی میتونه بگی با عیسی هستم، اما خب جسم تو ممکنه از دست بدی، شرایط تو ممکنه از دست بدی و این ترس تو این قسمته. و اینجاست که شخص معمولا گیر میکنه. تو اینترویو هست، چه کار کنم؟ راستشو بگم دیپورتم میکنم، دروغ بگم ایمانم چی میشه؟ با همسرت گیر میکنی، راستشو بگم دعوا را میفته، دروغ بگم ایمانم زیر سواله. با رفیقت، محیط کارت، دائم میبینی توی روابط تو توی این تنگنا ممکنه گیر بیفتی و همچین مواقعی بیشتر اونهایی گیر میافتن که از قبل پاسخ ندادن به یک سری چیزها در زندگیشون. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر من از قبل به یک سری چیزها در زندگی پاسخ بدم، یک سری حریم‌ها رو برای خودم تعریف کنم، نه اینکه حتما تو شرایطش باشم، از قبلش تعریف کنم، من این حریم‌ها، این مرزها، این خط قرمزهای زندگی منه و حواسم هست که خودم از این خط قرمزها عبور نکنم، کسی هم از این خط قرمزها برای من عبور نکنه. نمیخوام به عنوان حکم شریعتی و مذهبی به این موضوع بدم، چون به هر حال انسان است و بعضی مواقع نداره و ممکنه بهش بگی، شخص بگه اوه مرسی که بهم گفتی، شرمنده، منو ببخش، اوه ممنون، مرسی، متوجه شدم، اوکی، انسانه. اما یه جاهایی هست نه، افراد میخوان عبور کنن و حاضرم نیستن اصلا احترام بذارن به خط قرمزها. مثلا راستی و صداقت. شاید شما بعضی مواقع بگی که من از دروغ بدم میاد، یا یه شخصی رو ببینیم که من از دروغ بدم میاد. خب اگر ما فرض باور کنیم که این شخص که داره میگه واقعا راست میگه و واقعا از دروغ متنفره، چه بگه چه بشنوه، خب این چی رو داره نشون میده؟ که این شخص قبلا یک سری چیزها رو به خودش پاسخ داده که من در هر شرایطی که قرار بگیرم برام فرق نمیکنه، شرایط روز، شب، صبح، ظهر، محیط کار، اقامت، هر چی که هست. من شخص میشناسم از ایران، میگه برادر من میخوام بیام خارج. میگم برای چی میخوای بیای؟ آره ایران اینطوریه شرایط و ایمان و فلان و شرایطی رو میگه که همه ما به هر حال به نوعی میدونیم. و بعد میگم که خب اوکی، اینجا تو بخوای بیای میخوای برای چی میخوای؟ میگه میخوام یه پناهنده بشم. میگم خب چی میخوای بگی؟ آره گفتم با این چیزها به تو جواب نمیدن. میگه خب مردم چطوری قبول میشن؟ گفتم من نمیدونم چطور قبول میشه. من نمیخوام دخالت کنم و داوری کنم که چطوری قبول میشن. ولی اگه این چیزایی که تو داری میگی بیای اینجا، ردت میکنن. بوده افرادی که واقعا گفته پس چی؟ من حاضر نیستم تحت این شرایطی دروغ بگم، پس میمونم تو ایران. انگار این شخص قبلا به خودش پاسخی داده. بخاطر همین تو ایمانش هم میتونه تو شرایط سخت ایران دوام بیاره و بخاطر اتفاقا صداقت و راستیش تو فشاره. که اگه شاید مثلا یه جوری دیگه میگفت مشکلی نداشت، تو مسیحی؟ نه، بعد میرفت مسیحی میبود. اگر قبلش پاسخی بر خودت داشته باشی، کمتر تو این شرایط فشار قرار میگیری که مجبوری بین بد و بدتر انتخاب کنی. میری تو لول اول که بین خوب و بده، راحت‌تر ردش میکنی. اما اگر پاسخ نداشته باشی، تو مرحله 2 گیر میکنی که فشاره و اونجا هر انتخابی کنی به نوعی یه عذابی داری، یه دردی، یه بهای قیمتی رو باید بپردازی که مخصوصا ایماندارهایی که امروز در جامعه ما زندگی میکنن معمولا از این مرحله به بعد هستن. اغلب به این شکل خواهد بود. عمومی نمیخوام خدا نکنه کسی رو داوری کنم، یه درس عمومیه، هر کس میتونه برای خودش اینو بگیره. پس اینجاست که در واقع پتروس مجبوره یه انتخابی بکنه و تو انتخابم بعد میبینیم که ناراحت میشه. خداوند تو میدونی من نمیخوام این کار رو انجام بدم، گیر کردم. تا الان توی تجربیات ممکنه قرار گرفته باشید، یه کاری میکنی و بعدا عذابش میکشی، لذت اون چیزی هم که به دست آوردی رو نمیبری. خب حالا من زنده‌ام اما عذاب دارم. منو نگرفتن با عیسی بکشن اما عذاب دارم. الان من آزادم، عیسی رو گرفتن اما من عذاب دارم، من ناآرامم. راحت میتونم برم خونه شب پیش زن و بچه‌م بخوابم اما عذاب دارم.
میتونه فردا بلند شم برم سر کار ماهیگیری کنم، اما عذاب دارم. و این همون باخت دومیه که باز عذابه، روح محکومیته که رو شخص میاد و شخص از اون چیزی هم که به دست آورده به عنوان آزادیش لذت نمیبره. پس این مرحله گفتیم قوی‌تر و شدیدتری ممکن باشه. یه مرحله سوم هست که خیلی دیگه شدیدتر از این دو مرحله قبلیه، تحت عنوان نفوذه. خب هدف شیطان اینه چیه که فشار میاره. دیدی بعضی مواقع یه نفر اینجا فشار میاره، بابا دستمو سوراخ کردی. فشار زیاده هست که بره و شخص نتونه مقاومت کنه، اتفاقی که میفته چیزی به نام سوراخ یا نفوذ اتفاق میفته. موافقید؟ فشار از حدش که بگذره و شخص نتونه دفاع کنه، جوابی نداشته باشه، دلیل ایمانی نداشته باشه و توی شرط گیر بکنه، اتفاقی که میفته نفوذه. از این مرحله به بعد خوب دقت کنید. چرا این 4 مرحله دارم صحبت میکنم؟ که شما تشخیص بدید بین اسارت و دیوزدگی. که خیلی مواقع افراد میگن که هر کسی که اسارت داره رو میگن دیو داره، یا شخصی که دیو داره رو میگن اسیر. هر دیوزده اسیر هست، اما هر اسیری دیوزده نیست. پس اینو باید مواظب باشیم که نه انگی به خودمون بزنیم نه انگی به دیگران بزنیم. به عنوان شخص روحانی باید بتونیم درست تشخیص بدیم و درست هم نظر بدیم اگه قرار نظری داده باشیم در این مورد. پس مرحله اول دوم، مرحله تاثیر و فشار، مرحله‌ایه که در واقع دیو میتونه روی شخص داره اذیتش میکنه، داره فشار میده، یه دفعه فشار میده، خشمش میزنه بالا. نه تو دیو خشم داری. خب بابا تو فشاره، تو یه چی داری میگی، رو اعصاب مرده داری میری یا مرده رو اعصاب زنه داره میره، دیگه قاطی داره میکنه، فشار فشار فشار، یه چیزی میگه بهت. این به معنی نیست که حتما دیو داره، ولی یه ضعفی، یه اسارتی، یه بندی در این قسمت داره که وقتی بهش فشار میارن نقطه حساسش، نقطه دردش، نقطه ضعفش داره واکنش منفی نشون میده. اینجاست که اسارت‌ها و بندها و گره ها رو نقاط ضعف فشار میاره شیطان. روی مخت فشار میاره، روی احساست، روی قلبت فشار میاره، روی جیگرت فشار میاره. به قول معروف یه واکنشی شخص از خودش ممکنه بزنه بیرون. این رو میتونیم بگیم بند و اسارت. تا این مرحله، تو مرحله فشاره، یه ضعفی وجود داره به نام ترس، یه ضعفی وجود داره به نام به قول معروف کمبود در زندگی شخص. اما اگه این فشار رو نتونه تحمل کنه، چیزی به نام نفوذ به وجود میاد. باز ما تو کتاب مقدس با شخصی روبرو میشیم تحت عنوان یهودا. که وقتی یهودا رو ما نگاه میکنیم، ما میبینیم خب مثل هر کسی ممکنه، هر ایمانداری ممکنه تحت تاثیر قرار گرفته. یه وسوسه بهش میگن میشه اینقدر پول بگیری، عیسی رو به ما بفروشی؟ ما احتیاج به شاهد داریم. ما میدونیم این عیساست، اما احتیاج به شاهد داریم. یکی که گواهی بده، اسم رمز بده با یه بوسه، یعنی اسم رمز. هر کسی رفتم بوس کردم خودشه، بگیریدش. خب تو ایران هم از این روش ها انجام میدن. یارو میگه من میرم هر جا که رفتم سرمو خوروندم، خب یعنی این مغازه است، برید تو بگیریدش. از این چیزا زیاده. اسم رمزهای جور با جور. پس 2000 سال پیش هم به نوعی اسم رمز وجود داشت که بوسه عیسی یعنی خودشه، بیاد بگیریدش. خب یه وسوسه است، میتونه مورد هر کسی قرار بگیره. خیانت، آدم فروشی، هر چیزی ممکنه شخص مورد وسوسه قرار بگیره. اگر بهش پاسخ داده باشه خب ردش میکنه، اگر نتونه پاسخ داده باشه میاد تو فشار. و یهودا میبینید تو مرحله بعدی از این که بهش پیشنهاد دادن، حالا سنگاشو واچید وانچید، انگار نتونست عبور بکنه، اومد تو مرحله فشار. به طوری که بهش پولم دادن، چقدر میدید؟ اینقدر پاره نقره به شما میدیم. و این داره یه انتخاب میکنه. یا شاید هم بهش گفتن که اگر قبول نکنی فلانت میکنیم، قبول کنیم بهت پول میدیم. آدم فروشی کجا انجام میشه؟
همکاری نکنی فلانت میکنیم، همکاری بکنی بهت پول میدیم. تو جامعه ما کم نیست افرادی که بخوان به کاسه آشی هر چیزی رو بفروشن. پس اینجاست که میبینیم که این شخص قبول میکنه و حالا قبول کردن این میاد جلوتر. سفره نشستن، شام آخره، شب آخره، روز پنجشنبه شبه و اتفاقی که میفته چیه؟ مسیح داره میگه که امروز با من این پیاله رو میخورید، این نان رو میگیرید و پیاله رو مینوشید، این عهد جدید من و گفتگوی انجام میشه و بعد از اون صحبت از یک نوع وسوسه میشه. میگه شیطان داره بین شما میچرخه. خب و بعد پتروس میگه نه و اینها، میگه من به طور خاص برای تو دعا کردم که تو این تجربه نیافتی، اما خودت هم تا خروسخان صبح اون چیزی که نباید انجام بدی رو انجام بدی. تو این گفتگو با این که شخص روح خدا داره ملزم میکنه، خدا داره میگه، داره آلارما رو میده، داره نشانه ها رو داره میده، داره سیگنال ها رو میده. تا حالا شده تو زندگی سیگنال بهت بده، سیگنال ها رو میبینی اما انگار کوری، یا میبینی انگار نمیتونی عقب نشینی کنی، داری میری به مرزی که بعد وقتی اتفاق میفته و دردها و اینها میگی خدا به من سیگنال داد، گفت بابا با این رفاقه نه، گفت با این معامله نکن، گفت با این فلان نکن، گفت این راهو نرو، گفت این قرارداد فلان نکن، گفت برای این قسمت قدم ور ندار. من گوش تجربه کردی؟ اینجا همون مرحله است که خدا داره به تو میگه، داره سیگنال ها رو به ما میده. اینطور هم نیست که یه دفعه یقه ما رو بگیره چرا کردی؟ خب خدای تو که به من نگفتی که اشتباهه، منم نفهمیدم. خدا رو شما روح القدس رو داریم. الان روح خدا ما رو ملزم میکنه، ما رو آشنا میکنه با گناه و به ما هوشیاری میده، اما باز میبینید دوباره توی تجربه افرادی که از یک چیز چند بار به قول معروف نیش میخورن، این نشون میده درسایی رو نتونستن بگیرن یا اون آزادیایی که باید داشته باشن رو به دست نیاوردن. خب حالا اتفاقی که میفته چیه؟ این شخص میره سر سفره هم نشسته و عیسی میکنه، میگه لقمه نان به یهودا داد و یهودا گرفت. اونجا داره آخرین محبتش میکنه. میدونید که البته این یک اسم رمز در واقع یک شرایط یهودیه، تو فرهنگ ایرانی هم هست. معمولا یک سر یک خانواده، پدر یک خانواده وقتی یه نفر وارد خانواده میشه، مثل عروسی یا دامادی، روز اولی که به قول معروف با هم جمع میشن، این باری که در واقع رسمیت پیدا کرده دیگه، قبول کرده این داماد منه، این مثلا عروس منه، مثلا پدر خانواده یه لقمه میگیره، بیا عروسم بخور، بیا پسرم بخور، حالا به دامادش داره میگه بخور. تو فرهنگای یه مقدار قدیمتر بود و اینو میده. یعنی چی؟ من تو رو پذیرفتم، تو پسر منی، تو دختر منی در خانه من. و همه میگه چیه هنوز نیومده، سوگلی شده، از این باجه‌هایی که ممکنه خب نوک اومد به بازار کنه میشه دلازار، و از این چیزهایی که ممکنه این وسط سر سفره رد و بدر میشه. و تو فرهنگ یهود جالب، عیسی داره شخص زیر لقمه نان میده که میدونه داره خیانت بهش میکنه و باز داره محبتش میگه. پس متوجه شدی که من تو رو پذیرفتم، اما چرا تو منو نمیپذیری؟ تو سر سفره من جا داری، اما چرا من در قلب تو سفره تو جا ندارم؟ وقتی مکاشفه 3:20 میگه اینک پشت در ایستاده و میکوبم در رو باز کن، وارد خواهم شد و با تو شام خواهم خورد. اینا دارن شام میخورن. میگه تو رو سر سفرم قبول کردم، اما تو منو در قلبت به سفره قلبت باز نکردی، قبول نکردی. یعنی تا مرحله به مرحله داره میره، تأثیر گذرانده، فشارم گذرانده. الان یه جایی میگه لقمه را که خورد شیطان در او وارد شد، در اون نفوذ کرد. پس متوجه میتونید بشید که چگونه یه دیوزدگی داره اتفاق میفته. پس حواسمون باشه هر نوع واکنشی رو دیوزدگی نگیم، تشخیص بدیم. اینا درسای خیلی تخصصیه، گفتم برای کسایی که در واقع تازه این خدمت رو میخوان بکنن و بتونن تشخیص بدن که شخص در چه شرایطی قرار گرفته. و میگه دیو یا شیطان در او وارد شد، نفوذ کرد. این مرحله خیلی شدیدتره.
از اینجا به بعد ایمان شخص در خطر از دست رفتنه. حتی نجاتش ممکنه در خطر از دست رفتن باشه. حالا بعضیا ممکنه بگن نجات از دست نمیره یا میره نمیره، من الان یه بحث نمیخوام راجع به این صحبت کنم. آمین که خدا نجات رو هدیه میده و پس هم نمیگیره. اما فکرم نکنم اگر تو نجات رو بذاری دم در که بیان ببرنش همچنان نجات داشته باشی. خدا پس نمیگیره، اما اگه تو پسش بدی چی؟ و نخواهیش داشته باشی چی؟ و اینجاست که در واقع حواسمون باشه که موضوع دیگه نجات ما هم درگیر میشه اینجا. چون هدف دیو اینه که نه فقط در شخص ساکن بشه و شخص شبیه خودش بکنه، آنچه که از داخل هست منفجر کنه، انتحاری، ایمان و فیض و رحمت‌های خدا رو نابود کنه. پس مرحله سوم می‌بینیم مرحله نفوذه و بعد اینکه این مرحله سوم رو در واقع بخوایم عبور بکنیم میرسیم به مرحله چهارم که خیلی شدیده، یعنی شدیدترین مرحله ای که یک شخص میتونه باهاش روبرو باشه. ما به این شخص الان که بخوام مرحله چهارم رو بگم میتونیم بگیم دیو زده. به شخصی که توی این مرحله چهارم رسیده میتونیم بگیم واقعا دیو داره، این روح پلید کنترلش میکنه و اونم تحت عنوان تسخیره. پس مرحله چهارم مرحله تسخیره. نفوذ انجام شده و بعد به شما خواهم گفت از مرحله این 4 تا مرحله که به شما میگم جزئیاتشو تو قسمت بعد برای شما وقت بشه توضیح میدم، نباشه هفته آینده حتما براتون کاملش توضیح میدم که شروع یک وسوسه و پروسش تا به انجام رسیدن در واقع دیو زدگی به چه صورت انجام خواهد شد. پس چیزی که در اتفاق میفته اینجا اینه، میبینیم که شیطان میگه در یهودا وارد شد. چرا؟ چون که علیرغم محبت خدا، فراموش نکنیم بعضی موقع ما صحبت از محبت و فیض میکنیم. اگر محبت و فیض رو بزنی که شیطان بزنه، این شخص میتونه دچار دیو زدگی بشه. تا محبت خدا هست، چه کلام خدا میگه در رومیان وقتی نگاه میکنیم میگه کیست که ما رو از محبت مسیح جدا سازد؟ نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه قدرت‌های تاریکی، نه تازیانه، نه قحطی، نه یک سری مجموعه میگه. پس میخواد قدرت محبت خدا رو بگه. خب این دل ما رو گرم میکنه. اما آیا بیایم آیه رو برعکس کنیم؟ اگر بتونه محبت رو بزنه چی؟ اون موقع تمام این قدرت ها میتونن تأثیر بذارن. مرگ، قحطی، شمشیر، شکنجه، دیوها همه میتونن تأثیر بذارن. پس آمین که به خاطر فیض خدا و محبت خدا و خون مسیح زیر پوششیم، اما به شرطی که اونو نزده باشه شیطان. پس بریم به مرحله‌ای که در واقع تحت عنوان تسخیره. بعد از اون ما میبینیم که وقتی میفهمه عیسی را میگیرن و مصلوب میکنن، اتفاقی که میفته تازه یه جنگ عظیمی در درون یهودا اتفاق میفته. تازه میفهمه چه اشتباه بزرگی کرده، تازه میفهمه چه غلطی کرده، تازه میفهمه کیو مصلوب کرده، تازه میفهمه آیا ارزشش داشت و خیلی چیزایی که براش باز میشه. اما باز تو این مرحله آیا برای یک ایماندار امیدی هست؟ همیشه امید هست. تا شخص زنده است امید هست، فیض خدا هست. اما مشکل اینه که کلام خدا درباره‌اش صحبت میکنه. کسی که تمام مرزها رو رد میشه، از تأثیرها عبور میکنه، از فشارها عبور میکنه منظورم مثبت نیست، منفیه. تأثیر رو نمیتونه پاس بکنه، در واقع فشار رو نمیتونه پاس بکنه و نفوذ رو نمیتونه پاس بکنه و توی تسخیر میسته. آیا ممکن هست که فیضی باشه؟ بله فیض هست، اما اتفاقی که میفته توی عبرانیان درباره‌اش صحبت میکنه. عبرانیان باب 6 درباره‌اش صحبت میکنه. من درباره فیض زیاد موعظه کردم و میدونید، اما در این حال باید مواظبت هم داشته باشیم، چون کلام خدا میگه حقیقت 2 تا بال داره. بعضی مواقع اینقدر فیضگرا نشیم که شیطان اتفاقا از خود فیض ما رو بزنه،
از خود فیض بر ضد ما استفاده کنه. خود فیض بشه تنابه‌داری برای سقوط ما و مرگ ما. عبرانیان باب 6 آیه 4 به بعد میگه زیرا آنانی که یک بار منور شدن یعنی خب در تاریکی بوده، الان اومده در نور. کلام خدا میگه ما در تاریکی بودیم، الان در مسیح هستیم، در نور هستیم. لذت عطایای سماوی رو چشیدن. عطایا یعنی چی؟ کاریزماها. حالا از نجات، از فیض، از رحمت‌ها، از عطایای جور و واجور و میدونه در واقع لطف و رحمت‌های آسمان رو. شریک روح القدس شدن. واو، میگه محبت خداوند، فیض عیسی مسیح و شراکت روح القدس هم داشتن. و لذت کلام نیکوی خدا. پس کلام هم مکاشفه داشتن. قشنگ میتونن کلام رو مکاشفه بگیرن و درک بکنن. و قوات عالم آینده هم چشیدن. میدونن که در واقع وعده های خدا، آنچه که خدا وعده داده مال آینده، حتی آسمان و خیلی چیزها رو تجربه کردن و چشیدن. اگر بیفتن، حالا این واژه افتادن معمولاً به واژه‌ای که ما الان داریم در مرحله 4 باهاش بررسی میکنیم که شخص افتاده، در واقع دیو هم درونش ساکن شده و داره دست پنجه نرم میکنه. آیا فیض میتونه نجاتش بده؟ آره. اما مشکلی که وجود داره اینجا اینه، میگه محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند در حالی که پسر خدا را برای خود مصلوب کردند. یعنی عیسی را مصلوب رد، محبتش رو رد کردن. علیرغم اینها، با اینکه فکر میکردن خیلی محکمن، همینطور که کلام خدا میگه آن که محکم حواسش باشه خودی سقوط نکنه. اینجاست که در واقع میبینیم که باید یه هوشیاری رو به نوعی داشته باشیم که بله میشه، اما مشکل اینه که دیو دیگه نمیخواد به زارت تو برگردی. به همین دلیله که الان خدا عطایا و خدماتی رو به ما میده که دست به دست هم میدن. این مجموع عطایا به اضافه خدمت اخراج ارواح که شخص رو قبل از اینکه به این مرحله برسه بیرون کشیده. خب ممکنه شخص هنوز دیو داره و فهمیده چه غلطی کرده و میخواد رها پیدا کنه و نمیتونه رهایی پیدا کنه. و اگر دوام زیاد طولانی بشه، ممکنه این دوام و مبارزه که بایستم از دست بده، خسته بشه دیگه، میپذیره ول کن دیگه. شما تا حالا شنیدید ایمانداری رفته خودش رو کشته؟ خودکشی کرده؟ شنیدید؟ من دیدم. دیگه نتونست، وقتی طولانی میشه میبره. جالب به شما بگم میبره. چرا؟ چون که به آلارم های اولیه هم دور به دور جواب میداد. سریع به فکر خودش نبود، سریع به فکر اینکه دوباره برگردم، دوباره توبه کنم، دوباره خون مسیح رو جمع بر خودم بپوشونم نبوده. بی خیال بی خیال بی خیال بی خیال بی خیال سر از جهنم در میاد. و تمام افرادی رو که نگاه میکنی که با دیو زدگی رو هستن و وقتی میخوای شفاعت دادشون کنی چه اتفاقی میفته؟ افرادی هستن که زندگیشون پر از بیخیالی بوده، بی‌تفاوتی بوده نسبت به ارزش‌های خدا. به خاطر میگم این درس‌ها برای ایماندارای غیر روحانی اصلاً به دردشون نمیخوره، فقط به درد افراد روحانی میخوره. و کسایی که حداقل از دردها و چیزایی که کشیدن فهمیدن و میخوان بازگشت کنن، یه فکر روحانی دارن. پسر گم شده قسمت اول جسمانی بود، وقتی درد که کشید تصمیم میگرفت بره اونور، حداقل یه فکر روحانی داشت که برگردم. باز خدا رو شکر برای این شخص امید هست. تا زمانی که خدا روح الزام رو میده، روح توبه رو میده، برای بازگشت هست. اگه شخص دیگه دوست نداشته باشه توبه کنه، اونجا دیگه میلی به اونجا دیگه نجات در خطره. اگه شخص در خودش احساس توبه نمیکنه، اونجا یا نجات نداره یا در معرض از دست دادن. چون که تا روح قدس داری، روح خدا تو رو به توبه میکشه. هنوز داره میکشه، هنوز داره به این سمت، به سمت ملکوت میارتت بیرون که در واقع به نوعی آزاد بشی. آمین. ما نمونه های دیگه هم به هر حال به نوعی داریم. شخصی مثل شاول
که پادشاه اسرائیله. خدا یه اصول اخلاقی رو بهش میده. تو کی هستی؟ چارچوب خدمتت چیه؟ یه جایی میبینیم از خط قرمزها عبور میکنه. خدا بهش میگه در این جنگ که میری هیچ چی رو غنیمت نگیر. خودشو عاقل‌تر از خدا میدونه. بابا حالا خدا گفته با بی ایمان ازدواج نکن. حالا اینقدر معامله کجا برام بیارم؟ حالا اینقدر سخت نگیر. اوکی برو بگیر. به من چه؟ دوست داری هر کاری بکنیم برو بکن. من خدا هم که بودم در نهایت میگفتم میخوای بری با خوک دونی زندگی کنی برو. که بدتر از خدا که نیستم، بالاتر از خدا هم که نیستم. هیچ کدام از ما نیستیم. درد میکشی اما کاری نمیتونی بکنی. میگی برو. بارها بوده و افراد گفتم برو. علیرغم که میتونستم بفهمم چی در پیش روشه. سرش به سنگ بخوره کلام خدا میگه بپذیرش. آمین. برگرد. اما همیشه نیست که شخص برگرده. ممکن مثل یهوده دیگه بازگشت نداشته باشه. یه تنابه‌دار و یه درخت آویزون. پس میخوام بگم دیو چگونه اجازه پیدا میکنه؟ همینطوری یک نفر دیو زده نمیشه. یه پروسس داره. یک مسیر داره. و بعد میبینیم که شاول هم به همین شکل باهاش روبرو میشیم. به الزامهای سموئیل گوش نمیکنه به عنوان نبی خدا. دقت نمیکنه. خب مرحله دوم دوباره جایی که نباید قربانی کنه میره قربانی میکنه. میگه کار تو نبود. میگه ترسیدم چون که مردم داشتن میرفتن خونه. گفتم مراسم انجام بدم که بریم وارد جنگ بشیم. و بعد انتهاش به کجا میرسه؟ نااطاعتی. حالا بعداً میرسیم. مختص راجع به نااطاعتی و گناه نااطاعتی و خطر نااطاعتی با شما صحبت خواهم کرد که چه خطری داره و خطرش مثل گناه جادوگریه. این همه گناه، اما میگه نااطاعتی مثل جادوگریه. چرا نمیگه مثل دزدیه؟ نااطاعتی مثل دزدیه. نااطاعتی مثل زناه. نااطاعتی مثل بی احترامی نمیدن به پدر مادر. این همه گناه هست نه؟ چرا فقط اسم جادوگری رو میاره؟ این همه گناه رو در نظر نمیگیره. فقط میگه جادوگری. چون که جادوگری تنها گناهیه که شخص مستقیم در رو برای دیو باز میکنه. مستقیم تو با دیو روبروی هستی. جادوگری دیگه اصلا شخص دیگه ازدار ارباب جادوگری مستقیم دیو بازه. اینجا فقط یه گناه نیست. تو داری با دیوها معامله میکنی. از قدرتشون، از دانششون، از تمام چیزاشو میخوای بگیری. اونم که مفتی به کسی چیزی نمیدن. چیزی تو باید بهشون بدی. در واقع تو رو داشته باشن که چیزی رو بخوان به تو بدن. حالا جالب گناه نااطاعتی میگه مثل اینه. خب ما میدونیم اطاعت یعنی چی؟ یعنی زیر چتر بودن، زیر یک نظم بودن. تو سربازی میگه شخص زیر اطاعته. خب همسر نسبت به شوهر، شوهر نسبت به مسیح، مسیح نسبت به پدر، بچه‌ها نسبت به پدر و مادر، نسبت به صاحبکارت، نسبت به فرماندهت، نسبت به این ترتیب هایی که کلام خدا راجع بهش صحبت میکنه. پس اطاعت یک نوع چتر و یه سقفه و یه اصول و یه اخلاقیات و یه دیسیپلینه که شخص قبولش کرده. من شما میدونی وقتی شخص ازدواج میکنه اتومات میره زیر یه یوغی. درسته؟ نمیتونه زیر یوغ نره. یوغ نره خب مجرده. پس برو برای خود هر جور دوست داری زندگی کن. وقتی بله میگی یعنی رفتن زیر یه یوغی. مثلا زن و مرد نیستا. دوتاشون رفتن زیر یه یوغی. و وقتی یوغ نداشته باشی اتفاقی که میفته چیه؟ سر نداری. کسی نیست که ازش اطاعت کنی. از خدا که نمی کنی. از انسان هم که نمی کنی. از بابات هم که نمی کنی. از مامانت هم که نمی کنی. از زنت هم که نمی کنی. از شوهرت هم که نمی کنی. از رفیقت هم که نمی کنی. اصلا چتری بالای سرت نیست. چه اتفاقی میفته؟ مستقیم جایی که چتر نیست اینجا. جایی که چتر نیست دنیای تاریکیه. به خاطر همین میگه آن که زیر چتره تو امنیته. 1000 نفر به دست چپ و اینقدر به دست راست به خاطر چیه؟ چون که زیر چتر نیستن اینا که میافتن. مزمور 91 رو خوندید دیگه. میگه برای چی 1000 نفر به دست چپ و راست تو میافتن ولی تو اینجا موندی؟ چون که تو چتری. پس اینا زیر چتر نیستن. وقتی زیر چتر نیستی، زیر اقتدار هیچ کس نیستی، به هیچ کس نمیخوای جوابگو باشی، چه اتفاقی میفتی؟ دیو روی تو اصلا هیچی نداری. بازه، همه چی بازه. نکن.
ولی وقتی زیر چتری میخوره به این. به خاطر همین وقتی تو زیر اقتدار عیسی هستی، حکیمانه ترین، زیرکانه ترین، هوشمندانه ترین روشی که یک نفر میخواد به عنوان ایماندار اطاعته. چرا؟ چون که تمام مسئولیتتو میندازی بالای سرت، تمام بارتو میندازی بالای سرت، تمام دردسراتو میندازی بالای سرت، تمام سنگاتو میندازی بالای سرت. کسی که بالای سرته همش میریزه سر اون. این حکیمانه ترین روشیه که یک نفر میتونه زندگی روحانی بکنه. ولی جالبه، نشون میده کسی که نااطاعتی میکنه جاهلانه ترین راه رو داره انتخاب میکنه. و شیطان هم میدونه تو اینجا تو امنی، میگه بیا بیرون نشونت میدم، بیا بیرون مدرسه، اومدی حالا بیا محله، بیا بیرون از کوچت، بیا بیرون از خونت، بیا بیرون بهت میگم. بود بچه بودیم میگفتم راست میگی بیا بیرون. خب راست میگم اما بیرونم نمیام. اینجا میگونم جام خوبه، تو جرأت داری بیا اینجا. نمیتونه. آمین. درسای روحانی برای زندگی ما که کمک میکنه اینه که در واقع اینجا خالیه، فضا خالیه، هر سنگی، هر بلای، هر مصیبتی میاد روی شخص. پس باشه که مثل حکیمان رفتار بکنیم. آمین. بهترین روش در واقع حکمته. و شاول متاسفانه میبینیم انتهاش به جادوگری کشیده میشه. اولش نااطاعتی بودا، بعدش به جادوگری و بعد به دیوها. از همونجا که نااطاعتی شروع کرد، دیو بد میومد روش. دیو بد رو تعریف کردیم. یعنی چی؟ دیو افسردگی، ناخوشی، حالش خرابه، شادی نداره، امید نداره. این ناامیدی و افسردگی میاد. اتفاقی که میفته پشتش خشم میاد، مبارزه. داوود میخواد بچسبونه به دیوار بزنتش، حسادت ها، اون داره من ندارم، این میتونه من نمیتونم، و خیلی چیزای دیگه ممکنه درگیرش کنه. و این پادشاه اسیر، پادشاه در واقع خیلی از ما که در واقع میتونیم در مسیح عیسی شاهزادگان باشیم که هستیم. آمین. شاهزاده هم میتونه اسیر باشه، نه؟ شاول هم بود. این خطری که میتونه وجود داشته باشه. شاهزاده‌ای که ایستاده که آزاد کنه، ممکنه شاهزاده خودش هم اسیر باشه. آمین. که خدا ما رو در مسیح عیسی که بهای آزادیمون داده آزاد کنه، که در این آزادی بتونیم دیگران رو با آزادی دعوت کنیم. پس این 4 مرحله داشته باشید. دیگه الان متوجه شدید دیگه به هر کسی نمیشه انگ دیو زدگی رو زد. تو مرحله اول دوم تا سر مرحله سوم میتونیم بگیم شخص خب اسارت داره. وقتی رفت داخل، چون میخواد دیگه اونجا مراحل بعدی رو انجام بده، تبدیل شخصیت و همه چی رو شک میده، یه همه‌گیر فرا میگیره، چون که پشت نفوذ تسخیر میخواد اتفاق بیفته. باز تو مرحله نفوذ اگه شخص بکشه عقب، توبه کنه، باز خیلی خوبه، هنوز جا داره. اگر مرحله 3 رو بره به 4 دیگه خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. این مرحله 3 به 4 رو ما میتونیم بگیم شخص دیو زده است. مرحله 1 و 2 رو میتونیم بگیم اسیره. در یه قسمتی، حالا یک اصلا اسیر نیست چون که تأثیره، فقط میشه مرحله 2 رو میتونیم بگیم که اسیر شخص داره با اسارتاش دست پنجه نرم میکنه، تو فشارا داره واکنششو میده، هر از گاهی یه ذره سوراخ پیدا میکنه، یه روزنه کوچیک پیدا میکنه که همچین درونش بخواد یه قسمتی کار کنه. خیلی همه‌گیر نیست ولی داره سوراخ به قول من مثل مته داره میره تا یه کاری انجام بده. افرادی که یه ضعفی دارن مثل فشار، این ضعف زیاد داره میشه، یعنی داره یه سوراخ باز میشه. دوباره میگم، یه ضعفی داره، دست میذاری روش واکنششون میده، فشارش میدی واکنش منفی نشون میده. خب این فشاره، یه ضعف اینجا وجود داره، یه پاشنه آشیری داره که داره فشارت میده. اگر داره تعدادش زیاد میشه، داری میری تو مرحله نفوذ. اینو داشته باش، نذارید به مرحله برسه. به خون مسیح خودت، مخصوصا نبخشیدن ها،
خودتو ببخش و دیگران رو ببخش و زیر پوشش خون مسیح توبه کن و این مرحله رو ببند. بازسازی کن. چه بازسازی نکنی تعداد که داره میره بالا، انگار دور مته داره میره بالا، داره سوراخ کردن داره میره جلو. دقت کنید اگر کسی داره آمار تعداد چیاش میره بالا، قبلا یه بار بود الان بیشتر 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 بیشتر، ضعفه داره شدیدتر میشه، تعدادش هم بیشتر داره میشه، قدرتش هم بیشتر میشه، این داره میره تو مرحله نفوذ. خیلی مواظب باش. اما خدا رو شکر پسر خدا اومد تا اعمال ابلیس رو باطل کنه. آمین. و کلیسا و امروز کلام خدا داره ما رو آشنا میکنه و اینکه ما چطور میتونیم آزاد باشیم و در آزادی زندگی بکنیم و ترسی نیست، اما هوشیاری به ما میده. اگر پسر ما رو آزاد کرد بالفعل آزاد هستیم. آمین. خدا رو شکر به مسیح که در واقع او لعنت‌های ما رو برداشت تا ما بتونیم از لعنت‌هامون آزاد بشیم و در آزادی او زندگی کنیم. خدا شما رو برکت بده تا هفته آینده. به نام مسیح.